سلام. اگه بهتون بگم با یه روش ساده که همچین زرش پلو با مرغی برای 10 نفر میتونیم آماده کنیم باورتون نمیشه. اول پیاز فراوون میریزیم کف مایتابه، ساقای مرغ رو میچینیم، نمک و ادویه و فلفل و زردچوبمون رو میریزیم، به همراه برگ بو، هویج، سیر و فلفل دلمه، زعفرون میریزیم و یکم روغن مایه. بعد چند تیکه هم کره میندازیم، درش رو میبندیم و روی شعله زیاد میذاریم تا به جوش بیاد، یه مقدار بپزه. در همین فاصله سس خوشمزمون که بعد که زردچوبه رو تفت دادیم روش رب گوجه و رب نارنج میریزیم و بعد یه مقدار آب جوش میریزیم. وقتی جوش اومد روش آب لیموی تازه میریزیم و به غذامون اضافه میکنیم، به مرغامون درش رو میذاریم. وقتی که یه مقدار جوشید از آبش روی خود ساقها هم میریزیم روی مرغ تا رنگ قشنگ تری بگیره. برای برنجمون هم زرش، خلال پوست پرتقال که تلخیشو گرفتیم، پسته و بادوم رو با یه مقدار عسل 1 دقیقه توی روغن تفت میدیم. برنج رو میکشیم توی دیسمون و بعد به به تعدیگا رو اون وقت ساقای مرغ رو میچینیم روی برنج، روش زعفرون رو میریزیم به این شکل و بعد یه همچین غذای خوشمزه ای داریم. درست کنید لذت ببرید. نوش جان عزیزان دلم.